گسترش فعالیت‌های جبهه مقاومت. علی میثم نظری میگوید که پس از 1 سال مبارزه اکنون این جبهه قدرتمندتر شده است. واکنش‌ها در پی انصراف نصیر احمد فایق از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. زنان معترض میگویند که او با سخنرانی نکردن در این جمع وضعیت افغانستان را تأسف‌بارتر معرفی کرد. ادامه فارسی ستیزی طالبان. واژه دانشگاه از تابلوی دانشگاه تخار نیز حذف شد. و نگرانی پی همه همسایه. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امن تروریستان است. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی میگوید که این جبهه در 1 هفته گذشته به سرعت توانست فعالیت خود را در ولایت بدخشان گسترش دهد. علی میثم نظری در توییت نوشت که پس از 1 سال مقاومت در برابر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی این جبهه قدرتمندتر شده است. آقای نظری میگوید که جبهه مقاومت ملی با موفقیت در ماه سپتامبر توانست طالبان را در عرصه سیاسی و نظامی به چالش بکشد. در 1 سال گذشته بیشتر فعالیت جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر، اندراب ولایت بغلان و بخش‌های از تخار متمرکز بوده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولایت بدخشان منتشر شده که تلفات نیز داشته است. به تازگی یک فرمانده طالبان به نام عبدالحمید نیز با شمار از افرادش در ولسوالی یفتل بدخشان در برابر طالبان اعلام جنگ کرده است. طالبان همواره حضور نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر را تکذیب می‌کرد، اما در ماه‌های اخیر عبدالقیوم ذاکر از فرماندهان ارشد این گروه مسئول نظامی برای ولایت پنجشیر و اندراب گماشته شد. او در 1 ماه اخیر عملیات گسترده را در ولایت پنجشیر راه اندازی کرد که در پی آن 2 فرمانده مهم جبهه مقاومت ملی کشته شدند. در پی انصراف نصیر احمد فایق از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا میگوید سرپرست نمایندگی افغانستان رنج‌های مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اشرف حیدری در رشته توییت با انتقاد تند میگوید عقب نشینی نصیر احمد فایق کاملا ناامید کننده است. سفیر افغانستان افزوده است که انتصاب افراد مانند نصیر احمد فایق نتیجه مستقیم نپوتیسم و انتصابات مخرب حکومت پیشین است. او تاکید کرده است که نصیر احمد فایق فاقد ظرفیت و شجاعت است که نتوانسته در برابر فشارها مقاومت و دیگران را قناعت دهد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد است. قرار بود او در آخرین روز نشست مجمع عمومی سخنرانی کند. در عین حال تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان با انتقاد از عدم سخنرانی نصیر احمد فایق در مجمع عمومی سازمان ملل میگویند که او با سخنرانی نکردن در این جمع وضعیت افغانستان را تأسف‌بارتر معرفی کرد. مجمع عمومی سازمان ملل برای 6 روز از 20 سپتامبر آغاز شد و روز دوشنبه 26 سپتامبر به پایان میرسد. قرار بود نصیر احمد فایق در روز پایانی این نشست سخنرانی کند. طبق برنامه مجمع عمومی نام افغانستان در آخرین روز نشست این مجمع دیده نمی شود. منابع محلی میگویند طالبان در تابلوی جدید دانشگاه تخار واژه دانشگاه را حذف کرده و به جای آن کهنتون نوشتند. لوحه قبلی دانشگاه تخار که به زبانهای فارسی، پشتو، ازبکی و انگلیسی نوشته شده بود چند روز قبل برداشته شد. طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بلخ نیز حذف کردند. پیش از این نیز طالبان واژه‌های فارسی را از تابلوی دانشگاه بلخ، بیمارستان مرکزی هرات و اکثر اداره‌های دولتی حذف کرده است. حذف واژه دانشگاه از تابلوی دانشگاه بلخ با انتقادها و واکنش‌های گسترده مواجه شد. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان در توجیه آن گفت که حذف واژه دانشگاه قانونی بوده است. سخنگوی این وزارت گفت که در قانون تحصیلات عالی افغانستان واژه دانشگاه تعریف نشده است و تنها واژه پوهنتون قانونی است. طالبان متهم به فارسی ستیزی و از بین بردن فرهنگ جامعه با تنوع قومی و زبانی افغانستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان که روز یکشنبه 3 میزان به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکرد، گفته که افغانستان به سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخش از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای
مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد قانون جدید تنش است. مهرالدین همچنان گفته است که طالبان به خواستهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن ندادند. وزیر خارجه تاجیکستان گفته که کشورش نمیتواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفری در همسایگیش به تفاوت بماند. این در حال است که روز گذشته نخست وزیر پاکستان نیز از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفت.